خب بچه سلام. گفتم که یه ریلز براتون بگیریم با موضوع فیلیاز، تاپ فیلیاز. فیلیا شاید سوال باشه که معنیش چیه. یه کلمه یونانیه و مخالف فوبیاست. قطعا شنیدین که میگه طرف مثلا فوبیای فلان چیز رو دارم یا نمیدونم مثلا کلاستروفوبیکم. فیلیا معنیش میشه دوست داشتن یه چیزی، در مخالف فوبیا یعنی از یه چیزی ترس داشتن. مثلا کسایی که عاشق گربه‌ان بهشون میگن که ailurophile. به معنای cat lovers. در مقابل cynophile رو داریم به معنای کسایی که عاشق سگان. astrophile رو داریم. astrophile یعنی کسی که عاشق ستاره هاست. pluviophile رو داریم، کسی که عاشق بارونه. من خودم یکی از همین افرادم. autophile به معنای کسی که عاشق تنهاییه و دوست داره تنها باشه. مخالفش anthropophile رو داریم. anthropophile کسی که عاشق مردم و he or she loves people. bibliophile کسی که عاشق کتاباست. cinephile سینما رو شنیدین دیگه، عاشق سینما صرف. جاوا برند قهوه است. خب پس این معنیش میشه کسی که عاشق قهوه خوردنه. ergophile یعنی کسی که عاشق کار کردنه. heliophile کسی که عاشق خورشیده و در مقابلش selenophile کسی که عاشق ماهه. میبینمتون.